سلام، وقتتون بخیر. من هولی پاور هستم. توی کانال من قرار راجع به گیم حرف زده بشه. خوشحال میشم در ادامه همراه من باشید. بتلفیلد از سال 2002 شروع به انتشار کرده که تا حالا 12 نسخه اصلی و فرعی از اون انتشار یافته. آخرین نسخه آن 2042 یا 2042. این بازی توسط تیم سازنده دایس ساخته شده و ناشر اون ای می باشه. نسبت به نسخه پیشین تا اینجایی که ما بتا رو دیدیم یه سری تغییرات داشته. نفرات اون از 64 نفر به 128 نفر افزایش یافته. انیمیشن ریوایو حذف شده بود. حالت سینه‌خیز برعکس حذف شده بود. ولی سرباز شما یه سری صحبت ها میکنه، مثل اینکه ماشین چپ بشه و اینا، یه سری صحبت ها میکنه. بازی از لحاظ گرافیکی چشم‌نوازه و فیزیک بازی قابل قبوله، ولی خب چیزی که از بتلفیلد انتظار داشتیم یه کمی بیشتر از این بود. بازی از لحاظ گرافیکی همونجا که گفتم چشم‌نوازه، ولی چون میان نسلی بازی نمیشه انتظار آنچنانی ازش داشت. بین سازی بازی هم بد نبوده، میشه گفت رو گرافیک‌های متوسط قدیمی مثل GTX 960 و RX 570 رو حالت کم، البته بین 40 تا 45 فریم میداده. استقبال از بتا خیلی خوب بوده. آماری که از استیم منتشر شده 156,000 نفر بازیکن همزمان بوده. بازی حس و حال بتلفیلد 3 رو به آدم میده که یه نسخه خیلی خوب بوده، داخل سری بتلفیلد بوده. نقاط ضعف بازی میشه وسایل نقلیه هوایی شو گفت که خیلی بد بودن. یعنی شما وسیله کوچیک یا بزرگ سوار میشید انگار یه وزن داشتن یا تو آسمون پرت میشدن، یهو جابجا میشدن، معلوم نبود. احتمالا این بایو تو زمان عرضه برطرف میشه. وسایل نقلیه زمینی مثل تانک عالی بالانس شده بودن و وسایل بسیار عالی بودن. گان پلی بازی عالی بوده، یعنی واقعا یه گان پلی بوده که نزدیک به بتلفیلد 3 بوده و گان پلی لذت بخش و برای طرفداران فرست پرسن شوتر توصیه میشه این بازی در حال حاضر بایای خیلی زیادی داشت. همونجور که گفتم وسایل نقلیه، بازیکن‌ها تو زمین میرفتن از در رد میشدن. حالا نمیدونم چه جوری بود، ولی احتمال زیاد این باگا موقع عرضه برطرف میشه. هسته بازی خیلی خوب بود و جای پیشرفت زیادی داشت. اپتیمایز گان خیلی جالب بود. تو توییتر که طبق تصویری که منتشر کردن باید انتظار اپتیمایز قوی و خوب داشته باشیم. زمان عرضه بازی همونجور که گفتم 19 نوامبر 2021 یا همون 28 آبان خودمونه. ممنون که این ویدیو رو با من همراهی کردین. شاد و پیروز باشین. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this
brush your teeth.